معاش را چی میکنین؟ چند معاش دارین؟ از پول مردم میگیرین اینا؟ چند معاش دارین؟ وزیر کابینه از ما رای میگیره، سه چند ما معاش داره؟ شما چند معاش دارین؟ خب این که این بار از سر شانه های ملت کم میشه لااقل. بله، کار شما چی بود؟ افغانستان جور میشه. شما در 5 سال گذشته چی کردین به عنوان نماینده مجلس؟ بار از شانه های ملت کم میشه. ما بار دوش هستیم. ما بار دوش هستیم. معاش میگیره این نظام. معاش را از جیب ملت نگرفتیم. ما از کجا گرفتیم؟ ما معاش را از سرمایه افغانستان تا گرفتیم. سرمایه افغانستان مربوط به کیه؟ همون سرمایه افغانستانی که امروز ریاست جمهوری تان به حد رسانده. سرمایه افغانستان مربوط کیه؟ نه، من سوال میکنم، منکر شده میتونه که رئیس جمهور نیست؟ سرمایه افغانستان مربوط کیه؟ من میگم که امیر ریاست جمهوری غیر مشروع است، ولی تو گفته میتونی که امیر رئیس جمهوری من نیست. امیر تو گفته میتونی؟ ما با عنوان گرداننده نمیخوایم حرف بزنم. آقای رحمانی ملتی تام گفتن آقای رحمانی، ولی ما میگم که قانون زیر پای کردن. شما هم قانون زیر پای میکنید. ما هرگز زیر پای نمیکنیم. مسئولیت اینا داره. باید نماینده رئیس جمهور اینجا میخواستیم. بعد از نماینده رئیس جمهور نیاز نیست. بر اساس قانون اساسی از اول سرطان دیگر مشروعیت نداره. ما میگیم تمام نظامت غیر مشروع است. خب تمام نظام نامشروع، شما هم نامشروع میشین. من چی برید گفتم؟ من وقتی که از الف تا یا زیر پای شده باشه، از الف تا یا تا امین نظام باشه، 40 سال دیگه همین پارلمان تو نگاه کنه. تو انکار کرده میتونی؟ آقای رحمانی، شما خود را عالم دینم میخوانید. الحمدلله. الحمدلله. اگر میبینین یک کسی یک کار خطایی میکنه، شما هم باید خطا بکنید. اینو گفتین که خطا کردی. شما هم باید خطا بکنید. شما به عنوان عالم دین باید خطا بکنین. به برآمدن افغانستان تون جور نمیشه. از زمین به آسمان نمیره، آسمان به پایان نمیره. 100 بار ما میگیم که غیر مشروع ما میریم، ولی کو همین نظامتون که ما را غیر مشروع اعلام بتونه. من امیر از سوال میکنم. ولی مردم میدونن که شما نامشروع هستید. مردم چی کرده؟ خون مردم در دیوالایتان کاگل است. توتای گوشت مردمتان در زیر پای مردم شده. مردمی که به شما رای داده بود تا اول مردم کارت شما خلاص میشه. مردم بیچاره است. چی کردن مردم؟ 100 بار سر خون مردم معامله کردن. چی میگین؟ یعنی شما همچنان از خون مردم تغذیه میکنین و معاش میگیرین. ما حراست از خون مردم کردیم. ما قوی مقننه هستیم. فرق بکنید. تا اول سرطان اگر حقوقدان هستید در بین قوی مجریه قوی مقننه فرق بکنید. الف را تا به یا فرق بکن. آخه شما کارتان در اول سرطان ختم میشه. اجازه بدین کسان دیگر این نظام مجبور است. این نظام مجبور است که سه خانه را باید نگاه بکنه. چه مجبوریته؟ چه مجبوریته؟ دیده رئیس یعنی دیده رئیس واقعا این گونه باید نمیبینه. امین نظام را چشمت نمیبینه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ امین نظام ناکارا را نمیبینی؟ چیشه؟ کدامش مطابق قانون است؟ چه کار کردی با عنوان نماینده مجلس آقای رحمانی؟ هر کار کردیم. چی؟ بله، مشکل مردم خود را حل کردیم تا حد توان داشتیم. چه حل؟ ما تو مستنطق نیست که از ما پرسان کنید چه حل؟ بتین. شما پاسخ ندارین با عنوان نماینده مجلس. چه کردین؟ چی میکردیم؟ نظام روز این نظام میگین نامشروع است، زیر سایه شیشتین و پولش را گرفتین. ما از تو پرسان میکنم. او حق ماست. مزدوری مردم خود را میکنم. او حق ماست. مزدوری مردم ما. ولی حق خود را گفته میتونم. اما مثل دیگران نیستم که مزدوری هم بکنم ولی حق هم گفته نتونم. ولی شما ظاهرا کار خودتان را که نمایندگی از مردم بود ظاهرا انجام ندادین. حکومت نامشروع میخوانین، زیر سایه میشین.